متوجه شدم وقتی که بیش از حد صمیمی میشی، بیش از حد مهربون و اجتماعی میشی، آدما شروع میکنن به بی‌احترامی کردن بهت. مهربونی تو با ضعف اشتباه میگیرن، شروع میکنن به دست کم گرفتنت و چون آدم خوبی هستی فکر میکنن تو ساده ای. ولی وقتی کاری میکنن که تحمل تموم بشه، جنبه کاملا متفاوتی رو ازت میگیرن، جنبه‌ای که آمادگی دیدنش رو اصلا نداشتن. اگه همیشه با همه مهربون باشی و همیشه در خدمتشون باشی، لطفت براشون تبدیل به توقع میشه و در نهایت فکر میکنن که میتونن ازت تو استفاده کنن. اینکه تو آدم خوبی هستی و به همه عشق می‌ورزی به این معنی نیست که قرار رفتار اشتباه کسی رو تحمل کنی. در حقیقت این حرف غلطیه که میگن با آدما جوری رفتار کن که میخوای باهات رفتار کنن. من میتونم بهت احترام بذارم، میتونم بهت عشق بورزم، اما